ننه سکینه تا خبر شنید خوشحالی کرد و پا شد با سبزی تازه بساط آش به پا کرد و ما دخترا رو فرستاد پی شوکت. اولین جمعه اسفند ماه سال 50 بود. ننه به خاطر پا به ماه بودن شوکت تصمیم گرفته بود زودتر خونی تکونی کنه. از شب قبل هی میگفت فردا زود بیدار میشیدا. صبح با صدای قلقل سماور و هم زدن چای شیرین آقام بیدار شدم. دوستای مهربونم، اگه تا به اینجا از داستان خوشتون اومده ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال و لایک و کامنت از من حمایت کنید و با زدن دکمه زنگوله از قسمت بعدی داستان مطلع بشید. سپاس از همراهی شما عزیزان و حالا ادامه داستان. ولی باز چشمامو میبستم. بالاخره بعد چند بار صدا زدن ننه بیدار شدم. همه سر سفره بودن. دست و رومو شستم و کنار شمسی نشستم. تا من بشینم ننه آخرین لقمه‌شو خورده بود و بلند شد. طبق معمول هر روز جمع کردن سفره و شستن ظرف‌ها با ما دخترا بود تا ننم به گاوهای ننه سکینه اینا برسه. همیشه میگفت در ازای این همه لطف خانواده حاج حسن این کمترین کاریه که از دستم برمیاد. هر روز صبح زیر گاوا رو تمیز میکرد و علوفه‌شون رو میداد و شیرشون رو میدوشید و نزدیکای ساعت 10 شیر و تحویل شیرفروش شهر میداد و پولش رو توی جورابش میذاشت تا ظهر که ننه سکینه رو میبینه پول تحویل اون بده. البته از شیرها هر روز خانواده ما و ننه سکینه سهم داشتیم و مازادش رو میفروختن. با اون اوضاع مالیمون و تغذیه ضعیف خانوادهمون لبنیات به وفوری که میخوردیم نعمت بزرگی بود. اون روز هم ننه رفت طویله تا کار هر روزش رو انجام بده. آقام و داداشم هم که میدونستن امروز خونه به هم میریزه زدن بیرون که یه سر به اوضاع مسجد بزنن و تا ظهر توی قهوه خونه روستا بشینن. من و شمسی بعد از شستن ظرفا شیشه های دوتا اتاقا رو پاک کردیم که ننم کارش تموم شد و اومد. ستایی وسایل اتاقا رو جمع کردیم و هر چی زیلو و زیرانداز کف اتاق پهن بود ریختیم توی حیاط واسه تکوندن. در حال تکوندن اونا بودیم که شوکت رسید. خواست کمک کنه که ننه مانعش شد. طبق معمول این مدت برای هزارمین بار گفت شوکت به خدا پسره ها، از راه رفتنت معلومه. و سرشو بالا برد و گفت ای خدا. وسایل اتاقا رو من و شمسی چیدیم و ننم قابلمه و سماور قوری و چراغ گرسوز و گذاشت کنار حوض و با خاکستر و سیم افتاد به جونشون. نزدیک ظهر بود و آخرای کارش بود. شوکت داشت سماور از ننه میگرفت که بذاره جلوی آفتاب کنار قابلمه ها که یهو جیغ بلندی کشید. ننم هول و سراسیمه دورش میگشت و به من گفت برم دنبال ننه سکینه. ننه سکینه خودش رو رسون خونمون. شوکت و دید و گفت هول نکنید هنوز خیلی مونده. بفرستید دنبال رقیه قابله ده. خونه رقیه دور بود. اون سر ده بود. ننه منو فرستاد در خونه شوکت که به صمد خبر بدم بره دنبال رقیه. تا صمد بره و با رقیه برگرده نزدیک 1 ساعت گذشته بود. توی اون فاصله ننه سکینه کمک کرد ننم وسایل آماده کنه. رقیه که رسید ما رو بیرون فرستادن و خودشون 2-3 ساعتی اون تو بودن. آقام و داداشم هم برگشته بودن. ننم فرستاده بودشون خونه شوکت پیش صمد باشن. با هر صدای جیغ شوکت وحشت میکردم و فکر میکردم خواهرم میمیره. از حدودای ساعت 4 بود که صدای خواهرم ساکت و صدای جیغ نوزاد تو گوشمون پیچید. ننم با حالتی شبیه رقص از در خونه در اومد و گفت پسره پسره. نگفته بودم پسر میشه؟ دختر بدو به صمد و آقات مشتلق بده. بدو رفتم در خونشون و با جیغ و بریده خبر رو دادم و برگشتم و تا شب چشم از بچه بر نمی داشتم. سر شب که شوکت رو سر جاش خوابونده بودن و شامو آماده کرده بودن مردا برگشتن خونه. برق خوشحالی رو توی چشمای صمد و آقام میشد دید. آقام بچه رو بغلش گرفت. این اولین نوه‌شون بود. در حالی که ننم فقط 32 سال داشت و آقام کمتر از 40 سال. صمد اسم بچه رو گذاشت سهراب. اون سالها با حضور سهراب کوچولو بهترین روزای بچگیمو داشتم. سهرابم روز به روز بزرگتر و شیرین‌تر می‌شد. 1 سال گذشته بود. نزدیک امتحانات آخر سال کلاس 5 بودم. مدرسه رفتنم دیگه روتین شده بود و کسی بهم گیر نمیداد. از سال بعدش می‌خواستم برم راهنمایی، همون مدرسه روبروی خونه حاج حسن که وقتی خیلی کوچولو بودم به درش خیره می‌شدم و رویای درس خوندن رو در اونجا داشتم. یه شب آقام به ننم گفت یه نفر با واسطه ازم خواسته اجازه بدین واسه شمسی بیان خواستگاری. ننم با خوشحالی گفت خب بگو بیان. تا قبل از اون از پچ‌پچ‌های ننم با مادر مهین و ننه سکینه خیلی میشنیدم که نگران خواستگار نداشتن شمسیه. به وضوح میشنیدم که میگفت این دخترم نه بر و روی داره نه عقل درست حسابی. میترسم بمونه رو دستم. نمیدونم شمسی خودش هم این حرف رو شنیده بود یا نه، ولی حتی اگه نمیشنید هم این حس ننم رو به وضوح میشد فهمید.
یه روز صبح که من مدرسه بودم 3 زن از خانواده داماد میان خواستگاری و برای فردا شبش قرار میذارن با مرداشون بیان واسه مهر برون و انگشتر نشون آوردن. باز ننم تا فردا خونه رو سابید و برق انداخت. عصر بود و قرار بود شب خواستگارا بیان. همه مشغول کار کردن بودن و منم سهراب رو نگه داشته بودم تا بقیه به کاراشون برسن که یهو صمد سراسیمه اومد و گفت ننه توبا، از هم محله‌های این خواستگارا شنیدم خانواده درستی نیستن. میگن دعوایین و عروساشون رو به شدت اذیت میکنن. یه نفر نه چند نفر این حرفا رو در موردشون میزدن. واسه همونم عجله دارن امشب مهر ببرن و انگشتر بیارن. ننه یه نفر رو بفرست خونه‌شون و پیغام بده قرارو به هم بزنن. ننه برگشت گفت زشته پسرم، قرار گذاشتیم آبرومون میره و به کارش ادامه داد. صمد بازم اصرار میکرد که آخرش ننه زیر زبونشو با صدای آروم گفت این دختر خواستگاری نداره. یواش یواش واسه اقبال هم داره خواستگار میاد. باید ردش کنم بره. اینا همش در حالی بود که هنوز شمسی 14 سالش هم تموم نشده بود. بمیرم براش. بعدها چقدر عذاب وجدان داشتم که نکنه وجود خواستگارای من باعث شده بود ننه اونو به اون عجله و به قول خودش ردش کنه بره. صمد هرچی اصرار کرد بیفایده بود. شب 8 نفر زن و مرد اومدن واسه خواستگاری. بازم من و شمسی اتاق بغل بودیم تا اینکه شمسی رو برای چای بردن صدا کردن. صمد خیلی توی خودش بود و ناراحت بود. خواهر تفلک و بیزبون من خیلی زود قرار مدار عروس شدنش رو گذاشتن. هفته بعد عقد آوردن و عقدش کردن و یه ماه بعد هم عروسیش بود. خانواده داماد خیلی پرجمعیت بودن. 10 تا بچه بودن. 4 دختر و 6 تا پسر. اکبر شوهر شمسی پسر آخر بود. پسر رو با پدرشون توی یه خونه زندگی میکردن. پدرشون زمین داشت و همشون سر زمین آقاشون کار میکردن. جهاز شمسی رو چند روز قبل عروسی بردن. عروسی یه روز بهاری خرداد ماه بود. وسط امتحانات نهایی من. طبق رسم روستامون روز عروس برون خانواده داماد توی خونه خودشون جشن جداگانه داشتن. ناهار مهموناشون رو داده بودن و اومده بودن خونه ما دنبال عروس. خواهرم رو از ظهر بزک کرده بودن و لباس عروس پوشونده بودن و توی اتاق نشونده بودنش تا بیان ببرنش. ما جشنی نداشتیم و البته کسی رو هم نداشتیم که دعوت کنیم. بعد از ظهر طرف داماد اومدن برای بردن عروس. حیاطمون پر جمعیت شده بود. ساز و دهل آورده بودن و بساطی بود. من اما دلم گرفته بود. با همه بچگیم نگران حرفای صمد بودم. میدونستم حرف الکی نمیزنه و اینا یه چیزیشون میشه. شوکت اومد سهراب و داد بغلم و گفت حواست به این بچه باشه. میترسم توی دست پا بمونه. بچه به بغل تکیه به دیوار خونه مهینینا داده بودم و عروس بردن شمسی رو نگاه میکردم. توی دلم انگار رخت میشستن. هم نگران شمسی بودم با حرفایی که شنیده بودم، هم نگران خودم بودم. قد من خیلی بلند بود و از شمسی بزرگتر نشون میدادم. میترسیدم بعد اون ننم بگه نوبت توئه. علاقه وافری هم که به دختر شوهر دادن داشت. توی این افکار بودم که یه صدای مردونه جذابی توی اون شلوغی آروم در گوشم گفت اقبال خانم، انشالله این دفعه نوبت شماستا. سرمو بلند کردم. یه جفت چشم میشی درشت بهم خیره شده بود. به نظرم آشنا می اومد ولی بیاد نمی آوردمش. گفت جاویدم. چشامو تنگ کردم و کمی فکر کردم. خدای من، جاوید پسر زری. خیلی وقت بود ندیده بودمش. خیلی قد کشیده بود. یه پسر شهری خوشتیپ شده بود. این اواخر زری که می اومد این پسر بزرگش باهاش نمی اومد و فقط پروین و جعفر همراهش بودن. به نگاهی خیرش اخم کردم و رفتم اون طرفتر ولی صدای قلبمو خودم میشنیدم. حس میکردم صورتم گور گرفته. توی این 1 سال اخیر خیلی نگاه‌های خیره به خودم توی راه مدرسه دیده بودم و یا پسرایی که با واسطه به خودم یا خانواده‌ام پیغام پسخام میفرستادن. همشون رو با بیخیالی رد میکردم ولی این فرق داشت انگار. بعد از رفتن عروس و مهمونا خونمون کمی خلوت شد. رفتم سراغ درسام. فرداش امتحان نهایی علوم داشتم. ولی همه چشمای جاوید میومد جلوی چشمم. صداش توی گوشم میپیچید. اوفی کشیدم و دوباره و چند باره روی درسم تمرکز میکردم. زری و بچه‌ها چند روزی خونه مادرشون بودن. اون چند روز چند بار مهین و پروین اومدن دنبالم ولی من از ترس روبرو شدن با جاوید اصلا طرف حیاطشون نمیرفتم. میترسیدم چشمم رسوام کنن. بعد از رفتن زری اینا مهین اومد دنبالم و صدام کرد رفتیم گوشه حیاط نشستیم. مهین بی مقدمه گفت اقبال، میدونی جاوید پسرم زریم عاشقت شده؟ سکوت کردم و سرمو انداختم پایین. مهین دستمو گرفت و با لبخند گفت پس خبر داری؟ جاوید رفتنی به من گفت بهت بگم مبادا کسی از خواستگاراتو قبول کنی یا خواست منتظرش بمونی. گفتم مهین چه خواستگاری قبول کنم؟ من تازه دبستانو تموم کردم. مهین خندید و گفت ولی اقبال قدت بلنده و همه فکر میکنن خیلی بزرگتری.
2 روز بعد از عروسی شمسی، ننم من و مهین و فرستاد در خونه شمسی که برای شام دعوتشون کنم. خونه‌شون محله دورتری از خونه ما و اونور جاده اصلی بود. همون محله‌ای بود که مسجد روستا هم اونجا بود. با مهین دوتایی رفتیم در مسجد. از آقام کوچه‌شون رو پرسیدیم و رفتیم در خونه‌شون. از توی خونه صدای یه عالمه زن و بچه می اومد. با مهین ریز ریز خندیدیم. آخه خونه ما و مهینینا همیشه توش آرامش بود و عادت به هیاهوی این مدلی نداشتیم. در خونه باز شد و یه عالمه از بچه‌هاشون دم در بازی می‌کردن. پشت در وایستادیم و به یکی از پسر بچه‌ها گفتیم با شمسی کار داریم. پسرک رفت توی خونه و با صدای بلندی که انگار سر زمین بود داد زد ننه. صدای پیرزنی رو شنیدیم که جواب داد هان. پسر گفت با زنم و شمسی کار دارن. ننه بزرگ که پسر اومد دم در، شناختمش. مادر شوهر شمسی بود. پیرزن چاقی بود که چارقدش رو بالای پیشونیش بسته بود و چادرش هم دور کمرش پیچیده بود. با صدای بمی گفت بله، چه کار دارین؟ یکم ترسیدیم. با تته پته گفتم من خواهر شمسیم. ننم فرستاده پیغام بدم امشب واسه شام شمسی و اکبر بیان خونمون. گفت باید از مردا برگشتم به آقاشون بگم. اگه اجازه داد میان. با ترس گفتم میشه شمسی بیاد ببینمش؟ زنه آنچنان قرید که نه نمیشه. همینم مونده هر روز یکیتون بیاد دم در بگه اومدم واسه دیدن شمسی. هری. من و مهین بهتمون برده بود. زنه یه بار دیگه هری کرد که پا به فرار گذاشتیم. تمام طول راه گریه کردم. احساس میکردم به اندازه تمام دنیا دلم واسه شمسی تنگ شده. توی خونه که رسیدم حقیق گریم بلندتر شده بود. ننم با تعجب گفت چی شده؟ وقتی برای ننه و مادر مهین تعریف کردیم که چی شده ماتشون برد. ولی ننه خیلی زود خودشو جمع جور کرد و گفت نه بابا میان شب. زنه اینا رو بچه دیده اونطوری حرف زده. با گریه گفتم ننه نذاشتن حتی شمسی رو دم در ببینم. مادر مهین گفت توبا خانم این خانواده یه چیزیشون میشه ها. چطور نذاشتن حتی شمسی بیاد دم در؟ به نظرم پاشو خودت برو در خونه‌شون. ولی ننه حرف مادر مهین رو پشت گوش انداخت و پاشد واسه عروس و داماد تدارک شام دید. به شوکت و صمدم خبر داده بود و شب هممون دور هم بودیم و منتظر شمسی و اکبر. ولی هرچی منتظر شدیم خبری ازشون نشد. آقام صدام کرد و گفت اقبال دقیق بگو ببینم رفتی در خونه‌شون مادر شوهرش چی بهت گفت؟ یه بار دیگه هرچی گفته و شنیده بودم و تعریف کردم. آقام رفت توی خودش و صمد با عصبانیت زد پشت دستش که ننه توبا روز خواستگاری چی بهتون گفتم؟ اصلا در همسایه پشت سرشون خوب نمیگفتن. شما عجله کردید که طفل معصوم شمسی رو زود از سرتون وا کنید بره. ننم هنوز باورش نمیشد که چی به سر شمسی آورده و گفت نه اینطور هم نیست. شاید 2 بچه واسه دعوت فرستادیم بهشون برخورده. فردا خودم میرم در خونه‌شون. دیر وقت بود دیگه. شام آوردیم و خوردیم. ولی چه شامی انگار زهر خورده باشیم. بعد شام با شوکت توی حیا ظرفا رو میشستیم و در مورد شمسی حرف میزدیم. شوکت میگفت خیلی نگران شمسیه. فرداش ننم خودش پا شد رفت دم خونه شمسی. خیلی نگذشته بود که با گریه برگشت و خودش رو انداخت بغل ننه سکینه. های های گریه میکرد. گفت ننه جوابم کردن و گفتن ما پسرمون عادت ندارن با خانواده عروس جماعت رفت آمد کنن. مادرم هم گفته بود خب پسرتون نیاد ولی دخترم که نمیشه با ما قطع رابطه کنه. اون باید بیاد یا ما گاهی بیام ببینیمش. زنه قبول نکرده و از همون دم در ننمو راهی کرده بود بدون دیدن شمسی. شب ننم اینا رو با گریه تعریف میکرد و های های اشک میریخت. من انتظار داشتم صمد باز ننمو شماتت کنه ولی نکرد. اتفاقا خیلی از ننه و آقام دلجویی کرد. به آقام گفت سید فردا با پیش نماز مسجد صحبت کن بره با پدرشون حرف بزنه. اینا اگه همچین رسمایی داشتن باید توی خواستگاری میگفتن. دختر ما رو که به اسارت نبردن. داداش رحمت هم شاخشونه میکشید که با دوستاش میرن سر زمیناشون و مرداشون رو کتک میزنن. ننم هم از اون ور نگران داداشم شد که صمد با حرکت چشم و ابروش به ننم فهموند که نگران اون نباش مواظب بشم. روزهای سخت دلتنگی واسه شمسی شروع شده بود. عجیب بود. دختر معصوم تا وقتی توی خونه بود اونقدر آروم بود که اصلا دیده نمیشد. ولی با رفتن یه بارکیش بعد جور جای خالیش به چشم می اومد. ننم همش وسط گریه هاش منو نشون میداد و میگفت اگه این اقبال به جاش بود اینقدر نگران نمیشدم. این بلا گرفته میتونه از حقش دفاع کنه ولی اون بچم خیلی معصومه. میترسم بهش گشنگی بدن و کتکش بزنن. همیشه از این حرفش من و داداشم پاقی میزدیم زیر خنده. داداشم اون روزا دیگه بزرگ شده بود و یخی که توی بچگی بینمون بود باز شده بود و خیلی با ما دخترها مخصوصا من خوب بود. شایدم تاثیر اخلاق منش خوب صمد بود.
همون موقع‌ها هم بود که به خاطر شرایط جسمی آقامون از سربازی هم معاف شده بود. خلاصه با وساطت پیشنماز و بزرگای محل هم خانواده اکبر راضی نشدن و شمسی رسما انگار به اسارت رفته بود. همیشه یه گوشه چشم ننم اشکی بود که با گوشه چاقتش پاک می‌کرد و آه می‌کشید. آقام هم کم از اون نداشت و همیشه توی خودش بود. اون تابستون خیلی کمک‌حال ننم بودم. به شدت دلتنگ و دلنگران شمسی بود و اصلا دل و دماغی واسه کار کردن نداشت. ساعتها میرفت خونه ننه سکینه درد دل می‌کرد و با چشمای قرمز شده برمیگشت که معلوم میشد چقدر گریه کرده. منم هم دلم براش میسوخت و هم از اینکه دیگه به مدرسه رفتنم کاری نداشت و قرار بود از مهر ماه راهنمایی برم یه جورایی خودمو مدیون حس می‌کردم و سعی می‌کردم کمک حالش باشم. خودم هم سخت دلتنگ شمسی بودم. هیچ کس نمیدونست توی اون خونه داره چی بهش میگذره. اون تابستون چند باری که زری به روستا اومد جاویدم باهاشون اومد. اخلاق و رفتار تند و تیز زری همچنان به راه بود، ولی من به خاطر دل عاشقم برعکس گذشته هر بار که صدای جیغ و داد زری رو میشنیدم از خوشحالی پر در می آوردم، چون قرار بود جاوید رو ببینم. ولی چه دیدنی وقتی می اومد اون جن میشد و من بسم الله از روبرو شدن مستقیم باهاش واهمه داشتم. خوش داشتم اون توی حیاط ننه سکینه اینا باشه و من از حیاط خودمون گذرا ببینمش. اونم برعکس من به هر دری میزد تا باهام چش تو چش بشه و حرف بزنه. شاید من خیلی محتاط بودم. از طرفی ترس شدیدی هم از این داشتم که اگه قضیه لو بره از مدرسه رفتن محروم بشم. آخرین روزهای شهریور بود. من و مهین خودمونو آماده می‌کردیم برای شروع دوره راهنمایی. با تمام وجودم هیجان داشتم. توی حیاطشون گرم صحبت بودیم. مهین میگفت داداشم میگه توی راهنمایی واسه هر درس یه معلم میاد و هر دو تعجب می‌کردیم. یاد اون خانم معلم‌های این مدرسه افتادم که توی بچگی جلوی در می‌نشستم و بهشون چشم می‌دوختم. با مهین همینطور در حال صحبت در این باره بودیم که مهینم پشتش به در نیمه باز حیاط بود و منم روبروش بودم. صدای مینیبوس اومد که دم درمون نگه داشت. چند لحظه بعد جاوید بود که آروم وارد شد. مهین حرف میزد و حواسش نبود که از نگاه خیره و بهت‌زده من تعجب کرد و سرشو به عقب برگردون. هینه بلندی کشید و نیمه شوخی و نیمه جدی داد زد سر جاوید که ترسوندیمون. چرا اینقدر یواشکی اومدی؟ تا اینو بگه جاوید نزدیکمون رسیده بود. با نیشخند گفت والا ترسیدم در بزنم یا الله بگم بعضیا پا به فرار بزنن و من اینکه این همه راه اومدم توی خماری بمونم. و بعد های خندید. سرمو پایین انداخته بودم که جاوید با کمی تندی ادامه داد اقبال بالاخره منو دوست داری یا نه؟ معنی این قایم باشک بازی‌ها چیه؟ نمیدونستم من که همیشه به بلبل زبونی معروف بودم و به قول ننم خیره سر بودم جلوی جاوید چرا اینقدر ترسو می‌شدم و کم می‌آوردم. از طرفی می‌ترسیدم از دستش بدم، از طرفی هم از این می‌ترسیدم رسوا بشم و درس رو از دست بدم. و سوای همه اینا در اوج عشق و دوست داشتنش از خودشم یه خوفی داشتم. مجموعی همه این حس‌ها حجم عظیمی از هیجان بود که واسه من نوجوان خیلی حس قشنگی بود. اون روز سعی کردم تمام توانمو توی زبونم جمع کنم و بگم آقا جاوید ملاحظه شرایط منو بکنید. اینجا روستاست و تا همینجاشم من کلی اصرار کردم که درسمو بخونم. کسی از خانواده‌ام بفهمه من بیچاره میشم. نیشش تا بناگوش باز شد و گفت پس اقبال دلت با منه دیگه. من سری به نشونه تایید تکون دادم و بدو طرف خونمون رفتم. قلبم به شدت میزد. ننم جلوی در روبروم سبز شد و گفت چته دختر؟ چرا اینقدر ترسونی؟ گفتم با مهین دنبال هم دویدیم. زیر لب گفت دخترای خرس گنده خجالت نمیکشن. توی خونه کسی نبود. یه گوشه نشستم تا حالم جا بیاد و بعدش غرق رویا شدم. تا فردا طرف حیاط مهینینا نرفتم. فردا نزدیک ظهر مهین اومد خونمون. کسی توی خونه نبود. با هم رفتیم توی اتاقی که گاهی محل کار ننم و بیشتر محل درس خوندن من بود. مهین گفت اومدم بگم بابا جاوید رفت. چرا نمیای اون طرف؟ یه کاغذم گرفت طرفم و گفت اینو جاوید داد بهت بدم. وحشت کردم. خواستم نگیرمش. مهین گفت توی خونتون که کسی سواد نداره بخونه لو بری. بگیر بخونه و یه جا قایمش کن. بعد از رفتن مهین نامه رو باز کردم و خوندم. اقبال نازنینم، این دلم سالهاست عشق تو رو در خود جا داده است. همیشه در این اندیشه بودم که آیا روزی بر من نظری خواهی کرد یا نه و سودای عشق من چه وقت در دل سنگت اثر خواهد کرد. و الان که فهمیدم این حقیر در دلت اندکی جا دارم بسیار خوشحالم. تا ابد دوستت دارم. زیر این چند خط عکس یک گل و شمع و پروانه نقاشی شده بود و زیرش نوشته بود گل سرخ و سفید و ارغوانی فراموشم نکن تا میتوانی. نمیدونم چند صد بار اون نامه رو خوندم. نزدیک 10 بارم جاشو عوض کردم. 1-2 بار ننم گفت دختر چرا این دیوونه ها با خودت میخندی؟
خودم رو جمع جور کردم و بیشتر حواسم رو جمع کردم. روزهای آخر شهریورم گذشت و اول مهر شد. من و مهین با عشق به مدرسه روبرو رفتیم که هم راهنمایی بود و هم دبیرستان. اون سر حیاطش چند تا اتاق بود که خوابگاه دخترایی بود که از روستای دورتر می اومدن. ولی بیشتر دانش آموزان مدرسه راهنمایی بودن و مال روستای خودمون. اون سال یه معلم بی‌نظیر ادبیات فارسی داشتیم، خانم رنج دوست. زیر سایه ایشون من فهمیدم چقدر به این درس علاقه دارم. تصمیم گرفتم توی دبیرستان رشته ادبی بخونم و دبیر ادبیات بشم. این دبیرمون برام چند بار به عنوان جایزه دیوان حافظ و گلستان و بوستان خرید. کتابایی که چشم دل من رو به دنیای ادبیات بازتر کردن. مخصوصا دیوان حافظ که مناسب دل عاشق من در اون ایام بود. خیلی از اشعار حافظ رو حفظ کرده بودم. تا عید 2 بار جاوید تنهایی اومد روستامون و یه بارم شب یلدا با مادرش اینا. وقتی با خانواده‌اش میومد چند شب میموندن. خونه ننه سکینه 4 تا اتاق داشت که 2 اتاقش رو به حیاط خودشون بود و 2 تا رو به حیاط ما. یکی از اتاقهای رو به حیاط ما اتاق مهین و خواهر کوچیکش بود و اون یکی اتاق برادرش. میدونستم که وقتی مهمون داشتن اتاق برادرش میشد اتاق مهمون. شب‌هایی که میدونستم جاوید و خانواده‌اش توی اتاقن رخت خوابمو جوری پهن می‌کردم که چشمم به اون پنجره باشه و خوابم ببره. جاوید در هر بار اومدن نامه‌ای میداد که مهین به دستم میرسون. نامه‌ها رو بعد خوندن لای جلد نایلونی کتاب محبوب فارسیم جاسازی می‌کردم. علیرغم پیغام‌های اکید جاوید که از طریق مهین بهم میرسوند و توی نامه‌هاش هم مینوشت و ازم می‌خواست جواب نامه‌هاشو بدم، هیچ وقت این ریسک رو نکردم و نامه‌ای براش ننوشتم. در اوج دلبستگی معتقد بودم باید جانب احتیاط رو رعایت کنم. اون سال عید 1 سالی میشد که بدهی‌های زمین به اتمام رسیده بود. بعد از سال تحویل آقام در حالی که سهراب بغلش بود به روال هر سال دعا کرد و واسه تک تکمون عاقبت به خیری خواست. اسم هممون رو برد. وقتی به اسم شمسی رسید صداش لرزید و نتونست بغضشو نگه داره. هممون اشکمون در اومد. بعد از دعای آقام صمد رو به آقام گفت انشالله بعد عید ساختن خونه رو شروع می‌کنیم. آقام دستاشو برد بالا و بلند گفت توکل به خدا. قصدشون 2 تا اتاق بود. ولی ننم اصرار کرد که رحمت 1-2 سال دیگه وقت ازدواجشه. ما پول بیشتری بذاریم و خونه رو 3 اتاقه بسازیم. بعد از اینکه سهراب که حالا 2 سالش شده بود ظرف شیرین رو گردوند و دهنمون رو شیرین کردیم، پا شدیم به روال هر سال رفتیم دیدن خونه ننه سکینه. بچه‌های ننه روز قبل از شهر اومده بودن. قرار بود جاوید رو ببینم و ته دلم ذوق داشتم. اتاق ننه سکینه همون حس و حال زمان حاج حسن رو داشت. انگار هیچی دست نخورده بود. ننه وسط اتاق سفره عید مینداخت. آینه و سبزه و شیرینی عید و نخ و چیکشمیش و سیب و مویز توی سفرش میذاشت. پیش دستی‌های چینی گل سرخی و قندونای گل سرخی رو از قبل دور اتاق و در جای مهمانای فرضی میچید. به محض رسیدنمون به مهین اشاره کرد از پارچه شربتی که روی تاقچه بود برامون شربت بریزه. ما رسم داشتیم از مهمون عید اول با شربت پذیرایی کنیم و بعد از خوردن تنقلات چایی هم میآوردیم. دور تا دور اتاق ما و ننه سکینه و پسرا و عروسا و نوه‌هاش بودیم. زری مادر جاوید طبق معمول نیومد پیشمون و مون توی اتاق خودشون. ولی جاوید بود و خیلی هم دست و بال میزد و به بهانه کمک به مهین سعی میکرد خودش پذیرایی کنه ازمون. خدا رو شکر میکردم که شربت و مهین آورد. میترسیدم اگه جاوید بیاره هول بشم و دستم بلرزه. جاوید شیرینی و نخودچی کشمیش و میوه و مویز و گردوند و دم در کنار برادر مهین نشست. پروین و اون یکی برادرشون جعفرم اون یکی طرف در نشسته بودن. تفلک جعفر که عقب مانده ذهنی بود با اینکه بزرگتر شده بود هنوز این فرشته ها بود. با هر کدوممون چش تو چش میشد لبخند پهن و مهربانانه‌ای بهمون میزد. چنان مهربانانه لبخند زد که سهراب از بغل شوکت بلند شد و بی اختیار به طرفش رفت. جعفرم بغلش کرده بود و قربون صدقش میرفت. از هر دری حرف زدن. ننم آخرش موقعی رفتن به ننه سکینه از شمسی گفت و باز اشکش در اومد. رو به ننه گفت ننه سکینه شما بزرگ مایی، میشه خواهش کنم با ما بیاید بریم خونه بچم شمسی؟ شما با همون باشید راهمون میدن. دلم برای دختری یه ذره شده. ما برگشتیم خونمون و ننه و آقام با ننه سکینه و بابای مهین رفتن خونه شمسی عید دیدنی. 1 ساعت بعد از خونه شمسی برگشتن. ننم هم خوشحال بود هم ناراحت. خوشحال از اینکه بالاخره راهشون دادن و بعد از 9 ماه بالاخره شمسی رو دیده، ولی گریه هم میکرد. شوکت اصرار کرد که تعریف کن ببینیم چی شده. ننم گفت در باز کردن. ننه سکینه و پسرش رو دیدن تعارف کردن بریم تو، ولی از قیافه هاشون معلوم بود توی رو دربایسی گیر کردن و از ته دل راضی نبودن. با اینکه روز عید بود ولی حال و هوای خونه‌شون اصلا شبیه عید نبود. شمسی و 2 تا از عروسا توی حیاط در حال بشور و بساب بودن.
شمسی بچه‌م منو دید دوید بغلم کرد. باورم نمیشد. شکمش جلو اومده بود. با دیدن اشک ریختن ما مادر شوهرش به همون براشفت که چه خبرتونه؟ مگه از سفر قندهار اومدین؟ خواستیم بریم توی خونهشون که ننه سکینه به شمسی گفت مادر تو هم بیا پیشمون. بیا ببینیمت. زنه نتونست روی حرف ننه سکینه حرف بزنه ولی معلوم بود هرس میخورد. رفتیم نشستیم. یه عروس دیگه‌شون فقط یه دور چایی آورد. مادر اینا دیگه چه آدمایی هستن؟ توی خونهشون تدارک عید نداشتن. هم سنگدلن هم یه جورایی عجیب غریبن. ننه ادامه داد بچم 6 ماه بارداره و من خبر نداشتم. به شدتم لاغر شده بود و زیر چشاش گود افتاده بود. اومدنی هم هرچی اصرار کردم که روز اول عید و شمسی و شوهرش برای نهار بیان دور هم باشیم و خواهر و برادرشم ببینه زنی که قبول نکرد. عید گذشت و کارای ساخت خونه جدیدمون شروع شد. کم کم مساله می‌خریدن و کارای بناییش رو هم داداشم و صمد عصرها خودشون انجام میدادن. قرار بود 3 تا اتاق رو به جنوب و آفتابگیر باشه و یه ایوون سراسری جلوی اتاق‌ها. اتاق شوکتینا مستقل بود و درش از ایوون. ولی 2 اتاق ما درش از یه دهلیز بود که در اون دهلیز به روی ایوون باز می‌شد. طی چند ماه دیوارا رو بالا بردن و با تیر چوبی سقف زدن. بچه شمسی حدوداً اواخر بهار به دنیا میومد. ننم براش رخت خواب و یه دست لباس دوخته بود و منتظر خبر زایمانش بود. یه شب حدود ساعت 10 در خونمون رو به شدت هرچی تمام میزدن. ننم هراسون گفت خیر باشه. داداشم بدو رفت حیاط و در باز کرد. برادر شوهر شمسی بود. به داداشم گفته بود ننه و آقاتو بیار خونمون. خواهرت حالش خوش نیست. خبر دادنش مدل خبر زایمان نبود. برادر شوهر خیلی آشفته و هراسون بود. ننم زیر لب دعا میخوند و حاضر شد. با داداشم ستایی رفتن و منو سر راه گذاشتن خونه شوکت. نمیدونم چقدر گذشت. در زدن. صمد رفتم در. صدای حقیق گریه مردونه تا توی خونه میرسید. من و شوکت رفتیم در حیاطشون و دیدیم داداش رحمتم توی بغل صمد داره گریه میکنه. با دیدن ما صدای گریهش بلند و بلندتر شد. صمد هم باهاش اشک میریخت. شوکت سر خورد کنار دیوار و گریه سر داد. من اما نمیخواستم باور کنم چه بلایی سرمون اومده. تمام تنم یخ کرده بود. انگار هیچ خونی توی بدنم نیست. هی میپرسیدم چی شده؟ به منم بگید. به سر و صدای ما سلطان خانم بیرون اومد و پرسید مادر چی شده؟ داداش مهربونم در حالی که زار میزد گفت سلطان خانم بیچاره شدیم. شمسی خواهر دستگلم سر زار رفته. اون از خدا بیخبر رو نذاشتن توی این 1 سال خواهرمون رو ببینیم. الانم دیدم بدحال و زایمانش سخته نکردم ببرن شهر یا به ما خبر بدن. بعد از اینکه خواهرم پر کشیده به ما خبر دادن. میگفت و اشک میریخت. یه لحظه حیا دور سرم چرخید و دیگه چیزی نفهمیدم. بعد از اینکه سلطان خانم با پاشیدن آب به صورتم منو به هوش آورد برای هممون آبقند آورد و خودش هم باهامون اومد و دست جمعی به طرف خونه شمسی رفتیم. به در خونهشون که رسیدیم یاد اون روز افتادم که زنه نذاش خواهرامو ببینم. توی خونهشون مادرم قیامت به پا کرده بود. آقای بیچارم یه گوشه کمرش خم شده بود. نمیدونم کی به ننه سکینه اینا خبر داده بود. ننه سکینه هر کاری میکرد نمیتونست ننمو آروم کنه. اون از خدا بیخبرا هیچ آثاری از ناراحتی توی چهرهشون نبود. فقط ترسیده بودن. انگار داداشم قبل از اینکه بیاد دنبال ما به شوهرش توپیده بود و تهدیدشون کرده بود. خواهر نازنین من که هنوز 15 سالشم نشده بود با وجود جثه ضعیفش و با بچه‌ای توی شکمش زیر ملافه به خواب ابدی رفته بود تا برای همیشه از دست این دنیا و آدماش راحت بشه. از مادری که دخترشو نونخور اضافی و وبال گردن پدر و برادر میدونست. مادری که فکر میکرد چون شمسی بر روی نداره ممکنه روی دستش بمونه. از پدری که حمایت از دخترشو بلد نبود. از شوهری که بهش عشق نداد و اونو به چشم یه اسیر و کلفت میدید تا زن زندگیش. شاید خدا شمسی رو دوست داشته و از زندگی که هیچ روی خوشی براش نداشته راحتش کرده تا برای همیشه با بچه‌ای که هرگز چشمش به این دنیای بی‌رحم باز نشد توی بهشت خوش باشن و از اون بالا به ریش این دنیا و آدماش بخندن. شوکت طاقت نیاورد و ملافه رو از روی شمسی باز کرد. خودش و من و ننم زار میزدیم و یه دل سیر بغلش کردیم و بوسیدمش تا اینکه به اصرار صمد و داداشم بلند شدیم. شب برگشتیم خونمون و فردا صبح دوباره برای تشریح رفتیم. توی گورستان روستا بعد از تدفینش برای همیشه با خواهر مهربونم ودا کردم. توی عالم بچگی سالها عذاب وجدان داشتم که چرا لحظه‌ای که شمسی رو عروسی می‌بردن نرفتم جلوی دل سیر بغلش کنم. آخه من از کجا میدونستم اون دیدار از دور با لباس عروس آخرین دیدار من و شمسی باشه و الان سنگ قبرش برامون میمونه برای ودای همیشگی.
بعد از تدفین دیگه به اون خراب شده که 1 سال زندان شمسی بود برنگشتیم و مراسم ختم رو توی خونه خودمون گرفتیم. داداشم بهشون پیغام داده بود حق ندارن واسه مراسم به خونمون بیان، همونطور که ما تو اون 1 سال حق نداشتیم برای دیدن خواهرمون بریم. ننم همش به سینش میگفت و میگفت جگرم سوخت. علاوه بر خود شمسی، قربون صدقه بچه‌ای میرفت که نتونست چشم باز کنه و این دنیا رو ببینه. رخت خواب و لباسایی که براش دوخته بود و گذاشته بود وسط اتاق و براشون لالایی میخوند و دل هر آشنا و غریبه‌ای رو خون میکرد. بعد از 7 روز عزاداری مراسم تموم شد، ولی داغ دل ما تمومی نداشت. بعد از شمسی تا مدت‌ها هر کاری که بوی از زندگی داشته باشه توی خونه ما تعطیل بود. کارای ساخت خونه کل اون سال تقلق شد. داداشم خیلی افسرده شده بود و دل دماغ این که بعد از کارای روزانه بره سر ساختمون رو نداشت. جاوید هم چند بار سر و کله‌اش پیدا شده بود، ولی اونقدر حالم بد بود که به مهین گفتم ازش بخواد یه مدت دوره بر من نیاد. مهر ماه اون سال با دلی پر از غم دوم راهنمایی رو شروع کردم. مهین سال قبل چند تا تجدیدی داشت و از ادامه تحصیل منصرف شده بود. واسه همین مدرسه رو هم تنها میرفتم و برمیگشتم و این تنهایی افسرده ترم میکرد. در کنار اومدم با این غم بزرگ، خانم رنج‌دوست دبیر ادبیاتمون خیلی نقش بزرگی داشت. وقتی جریان شمسی رو شنید خیلی با هم حرف زد. گاهی زنگ‌های تفریحی منو میبرد توی اتاق دفتر، یه گوشه میشستیم و چایی میخوردیم و به درد دلام گوش میکرد و سنگ صبورم میشد. چند وقت بعد از مراسم شمسی فهمیدیم شوکتم باردار بوده و پاییز همون سال دختری به دنیا آورد که شد مرهم دلامون توی اون روزهای سخت. اسمشو سارا گذاشتن. اون سالها با همه رنجش به سر رسید و نوروز اومد. در مراسم عید دیدنی بعد از 9 ماه جاویدو هم دیدم. نگاهش همون برق سابق رو داشت. از دیدنش خیلی خوشحال شدم. انگار بعد از مدت‌ها دوباره ته دلم یه چراغی روشن شده باشه. وقتی چراغ سبز رو از طرف من دید دوباره نامه‌نگاری‌ها شروع شد و نامه‌ها باز بعد از خوندن می‌رفتن توی جلد کتابم جاسازی می‌شدن. گهگاه که تنها می‌شدم می‌رفتم سر وقت کتابو نامه‌ها رو می‌ریختم بیرون و چند باره می‌خوندمشون. بعد از سالگرد شمسی و امتحانات خرداد ماه جاوید توی یکی از نامه‌ها درخواستی ازم کرده بود که دود از کلم بلند شد. ازم خواسته بود که با هم فرار کنیم. من چند بار قبلا از طریق مهین ازش پرسیده بودم که مادرش زری ماجرای ما رو بفهمه چه عکس‌العملی نشون خواهد داد و اینکه میتونه مادرش رو راضی کنه یا نه. و هر بار جاوید مطمئنم کرده بود و گفته بود برای راضی کردن مادرم دنبال راه چاره‌ام. و حالا بعد از 2 سال راه حلش این بود که فرار کنیم و مادرش زری رو در برابر عمل انجام شده قرار بدیم. این پیشنهاد جاوید اصلا برام قابل قبول نبود. اگه این همه وقت به من قول راضی کردن مادرش رو داده بود، فکرشو نمی‌کردم بخواد این مدلی راضیش کنه. اون شب توی رخت خواب به چشمم نمی اومد. اصلا چرا این همه وقت من چشممو به این واقعیت بزرگ بسته بودم که زری چقدر از ما بدش میاد. همون زری که وقتی بچه بودم جلوی چشمم از ما به عنوان گد و گشنه اسم میبرد و نمیذاش مهین و دخترش با هم بازی کنن. این سالهای اخیرم حتی حاضر نمیشد با ننم سلام علیک کنه و ما رو در شأن خودش نمیدید و پشت سرمون میگفت خونه آقاشو غصب کردیم و از محبتاشون سوء استفاده کردیم. غم عجیبی به دلم نشست. چطور میشد با این همه اختلاف و با این خلق و خوی زری عشق من و جاوید سرانجامی داشته باشه؟ اگه هم سرانجام داشته باشه و به هم برسیم یه گم باید تحقیر کردنای زری رو به جون میخریدم. ساعتها توی این افکار بودم که نفهمیدم که خوابم گرفت. جاوید چند روز بود خونه مادر بزرگش مونده بود و به شدت بیقرار بود. در نامه بعدی برای روز بعدش قرار فرارمون رو گذاشته بود. نوشته بود فردا صبح که به قصد مدرسه از خونه در میای با هم بریم شهر و 1 هفته مخفی بشیم. بعد که به خانواده هامون خبر بدیم مجبورن راضی به ازدواجمون بشن. از تصورش هم وحشت کردم. اولین نامه جاوید بود که پاره کردم و به زباله انداختمش. فردا صبح از ترس اینکه نکنه به زور ببرتم خودم رو به مریضی زدم و به مدرسه نرفتم. ولی دلهوره عجیبی داشتم. سر ظهر مهین به بهانه سر زدن بهم اومد خونمون و یواش بهم گفت چی شده اقبال؟ جاوید بهجور ازت عصبانیه، داره پشت سرت خط نشون میکشه. ترس به دلم نشست. آخه این چه جور دوست داشتنی بود؟ به مهین اصرار کرده بود یه لحظه با هم بیاید پشت ساختمون که من حرفامو به اقبال بزنم. خونه ننه سکینه وسط حیاط بود و از 4 طرف باز بود، ولی از طرف شرقی فاصلش با دیوار حیاط حدود 1 متر بود و یه دالان باریک بود که کسی از اونجا رد نمیشد. من و مهین رفتیم اونجا. جاوید قبل از ما اومده بود. پشت به دیوار ایستاده بود و یه پاشو به دیوار تکیه داده بود. تا ما رو دید چند قدم جلوتر اومد. ترسیدم. به شدت توپش پر بود. گفت اقبال این بود دوست داشتنت؟ تو به من اعتماد نداری؟ مگه نمیگفتی مادرتو چطور راضی میکنی؟ تنها راه راضی شدن مادرم اینه.
دستام یخ کرده بودن. مثل بید می‌لرزیدم. گفتم ببین جاوید، اگه مادرت راضی نمیشه خب عجله‌ای به این کارم نیست. من و تو سنمون کمه، خیلی وقت داریم. من هنوز درس میخونم. تو هم که کار درستی نداری. فرار کنیم که چی بشه؟ بعد از فوت خواهرم منم این کارو بکنم ننم دق میکنه. بذار چند سال بگذره. آخه چه کاریه تو این سن فرار کنیم؟ جاوید با عصبانیت مشتشو به دیوار ساختمون کوبید و گفت اقبال، داری منو سر میدوونی. اگه تو این مدت ننت شوهرت بده چی؟ بهش قول دادم اینطور نیست و من شوهر نمیکنم. تو هم هر وقت مادرت راضی بود بیا خواستگاری. خواه الان باشه خواه 10 سال دیگه. یه جورایی مطمئن بودم که زری پا نمیشه بیاد خواستگاری من. حداقل الان نمیاد. ازش خواستم دیگه هم فعلا نه با من حرف بزنه نه نامه بده تا زمان خواستگاری رسمی. راستش این پیشنهادش و اصرارش به فرار کردن یه جورایی دلمو بهش سرد کرده بود و دنبال بهانه‌ای بودم که کمی تنها باشم و بیشتر فکر کنم. جاوید با دلخوری ازم جدا شد. ته دلم دلشوری عجیبی داشتم. ولی بعد از چند روز کم کم نگرانیمو فراموش کردم. 1 ماهی از اون ماجرا گذشته بود که یه روز صدای داد و بیداد زری به گوشمون رسید. من و ننم توی خونه تنها بودیم. اولش فکر کردیم سر و صداهای همیشگیشه که موقع رسیدن داشت. ولی صدا نزدیک و نزدیکتر شد. زری به حیاط پشتی که حیاط ما بود رسیده بود. هیچ وقت این طرف پاشو نمیذاش. دلم هوری ریخت. چون لابلای جیغ و دادش اسم منو میبرد. تا به درمون برسه ننم دوید دم در و وسط فحش کشیدنای اون تعارفش میکرد بیاد تو. زری صداشو بالاتر برد و گفت اون دخترت اقبال صدا کن تا حقتون رو بذارم کف دستتون. همین حین ننه سکینه و مادر مهین پشت سرش سر رسیدن. ظاهرا از چیزی خبر نداشتن ولی سعی می‌کردن در وهله اول آرومش کنن ببینن موضوع چیه. زری ولی عصبی تر از اون بود که بشه آرومش کرد. در حیاطمون طبق معمول نیمه باز بود. صدای زری اونقدر بلند بود که چند تا از زنای همسایه که از طرف کوچه پشتی با همون همسایه بودن ریختن توی حیاطمون. در عرض چند ثانیه یه صحنه محشری درست شد که بیا و ببین. من هاج و واج مونده بودم. میدونستم موضوع یه جورایی به علاقه من و جاوید مربوط میشه. ولی اینکه چرا تا این حد زری عصبانی سر در نمی آوردم. زری دستمو کشید و تا وسطای حیاط برد و یهو عین یه حیوان بهم حمله کرد. بعد از چند تا مشت و کشیده دست برد توی موهای صاف و بلندم و جوری کشید که افتادم و 1-2 قدم منو با همون حال روی زمین کشید. دستام زخم شده بود و میسوخت. زنها دورمون جمع شدن و به زور منو از دستش گرفتن. توی اون حال که منو کناری میکشیدن یه لحظه از پنجره اتاق برادر مهین جاوید رو دیدم که پرده رو کنار زده بود و نگامون میکرد. تا چشمم بهش افتاد خودشو عقب کشید و پشت پرده قایم شد. باورم نمیشد جلوی چشمش مادرش با من این کارو میکرد و اون خودشو قایم میکرد. زنها دسته زری رو گرفته بودن و جلوش وایستاده بودن که حمله نکنه. زری این بار دهنشو باز کرد و گفت توبا خانم خوشت باشه. این دخترت با پسر من روی هم ریخته و با هم رابطه داشتن. میدونسته من عمرن از شما گدا گشنه‌ها دختر نمیگیرم، خواسته خودشو به پسر من بندازه، ولی کور خونده. رسواش میکنم و نمیذارم پسرم بگیردش. خدای من چی میشنیدم؟ باورم نمیشد. زری همینجور اینا رو با آب و تاب میگفت و ننه سکینه هر کار میکرد که جلوی دهنشو بگیره حریفش نمیشد. ننم که باورش شده بود توی سرش میزد و گریه میکرد. همون حین سلطان که دیرتر از بقیه همسایه ها رسیده بود جلو رفت و به زری توپید گفت زن خجالت بکش. این وصله ها به دختر سید ما نمیچسبه. اینا رو ما چند ساله میشناسیم. این دختر از برگ گلم پاکتره. از خدا بترس. زری داد زد. پسرم خودش گفته که با هم رابطه داشتن و مجبور بگیرتش. ولی کور خوندن. اون پسر احمق من باید از روی جنازه من رد بشه که اینو بگیره. سلطان خدا بیامرز بازم جلوش وایستاد و به زحمت مجبورش کرد جمع کنه بره. به زنها هم با دست اشاره کرد که برن. توی حیاط من موندم و ننم و سلطان. اشک بهم امون نمیداد. رو به ننم گفتم که اونم گریه میکرد و میگفت آبرومون رفته و بدبخت شدیم. گفتم ننه به خدا به روح شمسی من کاری نکردم. نمیدونم این حرفا چی بود. زری میگفت. ننم ولی با حالتی که معلوم بود باور نمیکنه میزد توی سرشو باز میگفت بدبخت شدیم. سلطان بیشتر از ننم هوای منو داشت. دستمو گرفت برد کنار حوض کمک کرد آبی به سر و صورتم بزنم. به زخمای دستم که خاکی هم شده بود آب زد. آخی گفتم خیلی میسوختن. سلطان زیر لبش گفت دستش بشکنه زنی که دیوونه. دستمو گرفت برد توی خونه. به ننم گفت زانوی غم بغل نگیر بیا تو ببینم. رفتیم توی خونه. سلطان برامون از گذشته زری گفت چیزایی که تا حالا نشیده بودیم. چند سال قبل از اومدن ننه و آقام به این خونه زری دختر دم وقتی بوده. هم از نظر قیافه خیلی مقبول نبوده هم اخلاق ناسازگاری داشته.
از همون بچگی به دعوایی بودن معروف بوده تا اینکه بزرگ میشه و دل به یکی از پسرای روستا میبنده. به عشق یک طرفه که پسر اصلا در جریانم نبوده، ولی زری پیش دختره همسایه از راز دلش گفته بود. خانواده پسره از خانواده‌های با وضع مالی خوب روستا بودن. نگو پسره با یه دختر خوشگل از یه خانواده فقیر عاشق هم هستن. خانواده پسره برای اینکه جلوی این عشق رو بگیرن میان خواستگاری دختر حاج حسن که خانواده متمولی داشته. غافل از اینکه بر حسب تصادف دختر حاج حسن هم عاشق پسر اوناست. زری وقتی میفهمه واسه همون پسر به خواستگاریش اومدن خوشخوشانش میشه. قرار مدارو گذاشته میشه، ولی سر عقد کنون که همه جمع میشن پسر نمیاد و گم و گور میشه. فرداش میفهمم با عشقش فرار کرده. مراسم عقد کنون به هم میخوره و زری بعد اون جریان مدت‌ها ناخوش احوال میشه و ناراحتی اعصاب میگیره. دیگه هم کسی از روستا براش پا پیش نمیذاره تا اینکه بعد از اومدن شما به این خونه این شوهر فعلیش که فامیل دورشون بود از شهر میاد خواستگاریش. جریان اونم که میدونی مرد خیلی از زری بزرگتره. زن اولش بچه دار نشده و زری رو زن دوم گرفته تا براش بچه بیاره. زری سالهاست با هوو توی یه خونه زندگی میکنه. شوهرش هم همچنان زن اولش رو دوست داره. اینکه زری هوو داره رو میدونستم، ولی جریان ازدواجش و ماجراهاشو نه. سلطان ادامه داد: زری از اون موقع با دخترها و زنای خوشگل یه جورایی لجه. تحمل دیدن عشق و عاشقی کسی رو نداره. الان همین جریان رابطه رو یا از خودش درآورده یا پسر احمقش اینطوری گفته که به خیال خودش ننه دیوونش رو راضی به ازدواج کنه. حرفای سلطان کمی آرومم کرد، ولی ته دلم چیزی شکسته بود که به این زودی‌ها خوب شدنی نبود. خیلی چیزا اون روز دلم رو شکسته بودن. تماشای جاوید از اون بالا که اون همه ادعای عاشقیش میشد. کتک‌ها و تحقیر کردنای زری، اونم تو جمع و جلوی در همسایه، تهمتاش. ولی اون چی که بیشتر از همه دلمو میسوزون ننه خودم بود. سلطان که یه غریبه بود منو میشناخت و میگفت که من پاکم، ولی ننم بهم نگاه بدی داشت. شب که آقامو داداشم اومدم رفتم توی اون یکی اتاق. نمیتونستم با اون زخم‌های سر و صورتم برم جلوشون. اونقدر حس بدی داشتم که خودم از خودم بدم میومد. توی اتاق که تنها بودم تمام نامه‌های جاوید رو ریز ریز پاره کردم و بردم ریختم توی چای مسترا. شاید جاوید بازم برمیگشت، ولی من دختر عاقل و مغروری بودم و یه اشتباه رو چند باره تکرار نمی‌کردم. اصلا من چطور تا حالا اینقدر احمق بودم که دل به پسر زری دیوونه ببندم؟ مگه نه اینکه اونم زیر دست همین مادر بزرگ شده بود. نمیدونم ننه‌ام به داداشم و آقام چی گفته بود و ماجرا رو در چه حد بازگو کرده بود، ولی از پشت پنجره دیدم که داداشم با غیظ از در خونه بیرون زد. کمی بعد با شوکت و صمد برگشتن. بعدها شوکت میگفت رحمت که به خونمون اومده ماجرا رو میگفته. شوکت موقع اون علمشنگه خونش رو نبوده و از چیزی خبر نداشت. سلطان هم اونقدر زن دهن قرصی بودش که از خونه ما رفته بود حتی به خواهرم هم چیزی نگفته بود. داداشم که ماجرا رو میگه از صمد مشورت میخواد و میگه نمیدونم، اگه قضیه راسته که برم اقبالو بکشم، اگه دروغه برم زری و پسرش رو تیکه تیکه کنم که به خواهرمون تهمت زدن. شوکت و صمد داداشم آروم میکنن و خیالش رو راحت میکنن که اقبال اهل این حرفا نیست. کمی که گذشت شنیدم که در حیاط باز شد و شوکت و صمد و رحمت وارد شدن. تو این فاصله ننم اصلا بهم سر نزده بود. شوکت بچه‌ها رو داده بود دست صمد و خودش اومد توی اتاق پیشم. تا دیدمش دوباره بغضم شکست. خودم رو انداختم توی بغلش و زار زدم. هی قسم میخوردم که به خدا من کار بدی نکردم. شوکت اشکمو پاک کرد و گفت ببین، من میدونم تو اشتباه نمیکنی، ولی تعریف کن ببینم بالاخره اگه ماجرایی بوده چیه تا بتونیم کمکت کنیم.